دوستان عزیز و ارجمند و بینندگان گرانقدر ما، شکر خداوند که در این لحظه های فرح بخش، در این روزهای خوش بهاری با شما عزیزان دیدار بینی داریم و از این فرصت گوارا استفاده نموده هر یکی شما عزیزان دل و دیده را از نام گروه ایجادی آریان و صدا و سیمای سمرقند با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و مبارکباد می نماییم. برایتان تنی صحت و خاطر جمع، خانه آبادی و خوشروزگاری، شادی و نشاط و تمام نیکروزی های عالم را تمنا داریم. بگذار نوروزی فرا رسیده در خاندان هر یکی ما و شما آبادی، فراوانی، خوشبختی، شادمانی و نیکروزی ها را با خود آورده باشد. بگذار آسمان بالای سرمان همیشه پاک و مصفا و سرزمین بهشت آسایمان دائما سرسبز و خرم باشد. بگذار هر روزتان نوروز و نوروزتان فیروز باد.